شما عزیزای دل، خدا کنه که جور سر حال باشید، نرگوشی از جلوسی خوشی و بکامتان باشه. بازم خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگه ما. خدا کنه که تا آخرین دقایق برنامه بیننده برنامه ما باشید. امروز هم الیاس هم می‌بینید چطور خوب استایل زده. استایل نیست، کالای بعد چقدر وقت پیران پوشیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. سلام احترامات تقدیم بیننده‌های عزیز هر جای دنیا که هستین. خدا کنه خوب و جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت بر تن داشته باشین. دیگه زینه جان بگو که برنامه چی است نمیگم. باید که شما سرمالیکی ابوبکر سرمالیکی کنه که باز بگه کاملا رو پایین دیگه. سلام دوستان، امیدوارم جور صد سلامت باشین. نپران برنامه بینید برنامه باشین. باز اگه نبودن چی میتونی؟ اگه برنامه رو ندیدن چی میتونی؟ بگو دعای خیر. و سپاس فراوان میکنم از تک تک شما از دل که ما را همیشه حمایت میکنین، برنامه های ما را بیننده هستین. تشکر از کامنت های زیبایتان. دیگه در این وقتایی که چی میگن تشویقایتان کم شده دوستا، برنامه های ما را کم میبینین، ولی خیر باشه، کوشش میکنیم برنامه های بهتر خوبتر بگیریم تا به جلب توجه شما باشه و شما را خوشتان بیاید. 100% دیگه مونگلا دارم از دوستا حمایتشون کم شده. دیگه دوستا حمایت تا نخواهان هستیم، حمایت ما را کنین تا که برنامه بهتر و بهترتر تهیه کنیم که چی گفته اگر لبخند لبایتان بیاید و برنامه نگیریم که خدای نخواسته شما با دیدن از برنامه خفه شوین یا دیگر خون شوین. دیگه ما را حمایت کنیم دوستا که ما بتونیم برتان برنامه ثبت کنیم. باز اگه حمایت نبود دیگه چی میشه؟ ما هم کم انرژی میشه و ما نمیتونیم برنامه های مثلا خوبتر ثبت کنیم، چون میگیم دوستان مثلا ما را حمایت نمیکنن برنامه به کی بگیریم و چرا برنامه ثبت بکنیم. ولی بازم ما به برنامه‌ای که ثبت میکنیم تمامش به خاطر ازی است که شما ما را انرژی بدین و شما ما را حمایت بکنین تا بتونیم برنامه‌های خوبتر و بهترتر براتون نشر بکنیم. ولی بازم ما هم کوشش میکنیم که همیشه برنامه‌های خوبتر ثبت بکنیم. و امروز هم دو مهمان داریم در برنامه خود دیگه. ما به زودی نمیگم که دو مهمان ما کی است، ولی نه فهم الیاس باشپزی ضرورت باشه نباشه. نه فکر نکنم که باشپزی ضرورت باشه. یک نفرش قدر است که یک انرژی داره که گپ میزنه نیمه مغز تا میخوره. ما چی موده چی کنی فروخته هم نمیشه صدر بفروشی. ما چی کنه آدم کده زو خدا بکنه فروخته نمیفروشیم. ولی اگه مثلا میشد بسیار بزرگ میگه مثلا اگه میشد میفروختیم. دیدی دوستا نمو گپ است. میگه وقتی که حقیقت از دانت برای نه حقیقت از دانم نه گفتی نگفتی نه گفتم اگه میشد غذای بسیار مزه‌دار آماده میکردی. گپ خدا گفت یا نه دیگه اگه غذا آماده میکردم چی دوست داشتیم امروز غذا آماده بکنم. و این دو میمانه که در برنامه هستن و در برنامه ما امروز گپ میزنن، مهمانای ویژه است. چی دوست داشتی برشان آماده بکنم؟ من هیچ اکثر آشپزی بفهمم. مقصد خاک باشه خاک میخورم. مقصدش کم سیشه دروغ نگو. چرا؟ مالا سکو باشه اول تو از نمیخوردنی ها تیر شو هیچ نمیگپ دیگه یارانه حداقل یک سلفیستیک بی که دست ما شال شده دوستا ببین که یک دست اینجا دست ما کنه دروغ نگو. امروز صبح که ما ابزاده رفتیم باز ما وقت نشان میدم که ما امروز از دکاندار گفتیم که بیادر میای باز یکی از یار از پیشت میگیرم. یک روز ما مادرم که ما ابزاده رفتیم دوستا شما دیدیم که لیاس همون روز امروز ما نرفت سلفیستیک سابقه ور میگرفتیم نموسی ها دیگه او رقمی ما پیدا نتونستم. دو دانه سلفیستیک بود که ما گفتم ایش نمیفهمم. یکیش گفت ماشم که خود چی داره بلوتوت داره که باز خودش عکس ویدیو بالتی از رو میکشی بلوتوت وصل میشه که از سوچک ریکارد میکنیم چی میکنیم بالتی بیاش میکشی و قچی نیست دیگه. یکی او قصه بود یکی میکروفون دار بود. من گفتم خیلی میره نمیفهمم بیادرم بیای باز من که بیادرم یک جای پیش میگیرم. حتی کارت خودم داد باز گفت اگه خودت نامدی بیادرت آمد گفتی کارت برای بیادرت بده. بگو من دو دانه سلفی استیک خورم دیده بود باز از من اردیش من نشان میدم که کدام شه بگیره. دیگه گناه من نیست گناه الیاس است، چون بعضی وقتا ما یگان چیزی که میگیریم دوستا باز الیاس خودش سر از گفت میزنه وی ایرات تو گرفتی وی ایرات تو گرفتی. مثل که یک بار یک موبایل سامسونگ گرفته بودم الیاس سر از گفت زد که اگه من قدر پیسه رو میدادی من میرفتم این رقم موبایل برات میگرفتم. راست میگم باز نمورد چند فروختم بعد 2000. خود دیدی دیگه چقدر نقص کردی. من خب برات گفتم که این نرخش هست که دینی قیمت باید میگرفتی. یک دفعه او را گرفت یک دفعه 6S پلاس بود اونو را که گرفت تو رو قیمت گرفت. باز ما که هست خود راسته که هر چیز که میگیره
نمیگه آدم خبر نمیکنه که پیش از آدم پیش نمیگم، یک دفعه میگم سورپرایز شدی. خبر کنه آدم برش میگه که از اینجا بگی یا من کدت میرم میگیرم اون باز بعد چیزا خوب دوست میگیرم. دارم از برنامه ما یک ماه میشه الیاس میگه الیاس چه وقت اینجا میری که بریم سلفی استیک بگیریم. الیاس چه وقت الیاس کمی برنامه کت میشه زینا دیگه چیز کار نداریم. من میرم پایان که رفیقایم زنگ زدن تو کدام اینا کیرم علامت کنم خدایا تو ره. خود شما روز مایب زاده رفته بودین من که مایب زاده برم میگیرم. اینا باز اگه میگرفتم میگفتی خراب گرفتی باز چی؟ خود نه دیگه بازو سلفی استیک بود مقصد اینا مقدر میشد که کمره را از پوز دور میکرد. خیلی برو دیگه من صبح رفتم من صبح سلفی استیک میگیرم. صبح برو بسیز و دیگه دوستان یک برنامه ویژه هم داریم که منتظر برنامه ویژه ما هم باشین و ما را حمایت بکنین. مهمانای ویژه هم شاید داشته باشیم در برنامه خود. منتظر مهمانای ما هم باشین و پیش از پیش به برنامه فردای ما آماده باشین و ما را در اون برنامه هم حمایت بکنین. بعد از اینکه برنامه را ثبت بکنیم ما ویلیاس جان بسیار کار داریم که به برنامه فردا که ویژه برنامه ما هست و مهمانای خاص شاید داشته باشید چون ما دعوت کردیم ولی 100% نمیفهمم که میاین یا نمیاین. شاید چهره‌هایی را که شما میشناسین در قدر وقت ندیدید اونا بیاین در برنامه باشن و اینا. ولی برنامه مختص بر شماست دوستان برنامه ولی اینا ما به همیشون مسیج کردیم گفتیم که بیاین دیگه. شاید یک نفرش بیاین شاید یک چند نفرش نیاد چون 100% برای اول ندادن و امروز گفتن 4 بجه براتون اول میدم. کم طاقت شد میگم من گرفتم نمیتونم دیگه موبایل باشه. دیگه 6 دقیقه گرفتم دستم بیخی شرخ شد. امروز اینم چپای خانم می جور نمیشه من چون تو سم نکردیش چی نکردیش کج میه. به خاطر که یا خواست این چپای خانم داره دیگه درو دیگه چیز کسایی را که خواستیم دوستان اگه فردا آمدن اونا رو تصویر میبینین و اگر نامدن من براتون نامایشان میگم و میگم که کی ها چی هستن و در خلاف هستن دوستان شما بیننده باشین. دیگه امروز هم دو مهمان را که داریم ببینیم زنگ بزنیم و صدایشان آشنا هستیم. نام خدا سلبریتی های کشورم هستن. دیگه خدا خوش داشته باشن گرچه از پیش ما دور هستن. دیگه خب میبینیم که چی میشه. ببینیم که چی میشه. اون از باز برنامه رو ببینن که زینا جان گفته اگه فروخته میشد میفروختیمشون. نه خدا نکنه هیچ وقت گپ نزدی میگه په الیاس اگه از کسی میخواین خفه شوین خوش شوین و الیاس از من او خفام شو خیلی دقیقش نیست یکیش البته یکی خود اگر زینا جان برنامه خسته کن نشه دیگه نم بس شرکت میگیریم بازن شما هر وقتی که میمونای ما بودیم دوباره ریکارد میکنیم. که کارم داشتیم دیگه تا که میمونا هم آماده شدن و اینا قدر آماده نشدن. خب جنجال کمک کار داشتن از خاطر ما هم افغانستان بی برقیست ماشین بند کردم کالاشویی کنم ولی برقم رفت دیگه. الیاس جان یک زنگ بزن ببین که جواب میتن یعنی دیگه دوستا باش کم دیشه پاتون نکت کاری که پرست. مهمان امروز ما عبارت از اینی نفر است مسیجای شخصی ما نبیه. مسیجای الیاس شانه خواندیم چی گفته بودن من نمیفهمم. اوریو اینه دوستا حسنا جان است باش که این حالا باز کامera را دوستا دور میتیم امروز حسنا جان گپ میزنیم و بعد از اینکه اول ما غریبا را خونه میگیریم پاکستان رفتن دیگه ما چی میگن در برنامه و اینا یک جای نبودیم دیگه دوست خواستیم که در برنامه با هم یک جا باشیم بیننده و باشیم دوستان. بسیار زیاد تشکر حسنا جان. من واقعا از روزی که شما رفتین همیشه در برنامه ها یاد میکنم از خودت از فاطمه جان از خاله جانم زیاد دق شدیم. بعض وقتا میگم کاش در همینجا می بودیم میرفتیم خانه یکی دیگه خود ویدیو میگرفتیم برنامه میگرفتیم. بازم دیگه خوب است که موبایل ها هست که در موبایل ها میتونیم چی میگن هر چقدر که دوری و دلتنگی باشه به میگپ زدن و ویدیو کال اینا از روی دور دوستای خود ببینیم و گپ بزنیم. و من یگان اختصنا رو آزار میتم زنگ مرا که جواب نمیته باز میگم که چی پشت خودت زیاد دق نمیشم پشت رایل دق میشم به خاطر کسنا یکم که دیر زنگ رو جواب میده. یعنی که هیچ ارزش نداری تو چی گفت؟ ما رو جنگ انداخته نمیتونی. گفتم یعنی چی گفت؟ یعنی تو گفت که هیچ ارزش نداری فکرت بود؟ نه گپا نیست میفهم که از روی مذاق میگن زینه جان به من معلوم است دیگه اینجا که هست مشکل از اینترنت بود و زینه جانم یادهاشونم خیلی بتا خدا یه همسایه خوبه خدا نصیب کن میگه بکنه که یک همسایه خوب داشته باشه بیچاره وای فای که میگیره فهم یک مشکل لحظه میشتن که به یک همسایه که مثلا
مادر جانشون میگه که زنگ میزنیم باز بیچاره یا که دفتر میرفت یا کار میداشت قطع میشه دیگه نمیشه 24 ساعت موبایل تا اینجا میماند خودش میره دیگه باز حالا خوب شده چند روز وای فای گرفتن بود ما گرفتیم که شون شریک گرفتن باز خوب است به ترس نیستیم یعنی دفعه که بیرون میریم مثلا با خود کافیان ترس میداشته باشیم اما باز خونه که بیم 24 ساعت سرنت باید برق هم از خوبش اینجا اینطور است که برق اگه نباشه خون ترنت هم نمیباشه اگه وقتی وای فای است باز اینجا خوب است هم برقش است هم وای فایش خوب است اینجا شما خواهید دق نشدی خیلی ناجوان هستی خود توی ایتوری تنشان بودی که من روینماگی بتونم اینه روینماگی مقبول شدیم؟ شکر کنه که خوب است امروز دیگه در خانه قسمی که ببینی فقط ما ایلیاس ابوبکر شو هستیم مادر جانم خانه مامان جانمشان رفته ما هم مصروف کارهای خانه دیگه خودت که زنگ جواب ندادی خانه مامایم رفته خودت تو باز جان که زنگ دختر ماما یاردی ما تبریک باشه شیرینی شده دیگه بتین اینی کار درش وجه سر تو خونه کرده تعداد ما نفوذ ما بیشتر شده میره نسبت افغانستان نفوذ ما شما گرفته خوب کرده تو چی کار داری؟ چی حال داری که پاکستان که آب هوای پاکستان خوب است یا افغانستان؟ خوب است خوبیشی است که سمت برنامه می داشته مصروف این برنامه و یا باشه آدم فقط دلتنگیشو نمی‌کنم این که باز بیکار باشی سخت میشه برات که در خانه باشی 24 ساعت و یک مصروفیت نداشته باشی طبعا دلتنگی زیادتر میشه اون که باز از شب باید دور باشی و بعض کسایی که مثلا در کابل هستیم مثلا خانه شما می آمدیم خانه خاله‌مشان میرفتیم و مامانشان می بود اونجا او هم مثلا فضای جدید به شور روزان از زیاد تنگ میشه عادت میشه در کلش بازم آدم ناشکر نباشه خوب است اینجا آدم که هستیم مصروف برنامه یا باشه قدر نمیفهمه اما باز بعض وقتا تنگ میشه و چاره نمیباشه باز زیاد افسوس به این میکنی میگفتی کاش که در افغانستان یا حالا امروز یک جایی میرفتی پیش یک دوستم میبری اینی مشکلات خودم میداشته باشه بعض وقتا تو راهیل یک دفعه نشان بده مگه راهیل خبر نمی طرفا ما دیگه تا فعلا معلوم نیست ببینیم که چی میشه این پلانش دیگه جای است خیر باشه خدا چی میرم خیر تپیش کرده بخیر باشه بخیر تو رایل یک دفعه نشان بده کم در طرفش دور بده باش دادالیز است که اوه چقدر دور میمونی کدت یک چندی بگیرش که از خواب بخیزه خیزه ای تیکره که مامای بدرنگه که مامای خود است ای تو نازا خود است نیم خواه کنیم بیتاله کیسه مامای سیم کدازی اشتک شده خدا اشتکک میکنه جان خندیش است کربانا مثل که خنانای ازی شوام این پتلنگه کایم است باش کال دوستا سر ما خنده نکنه خیر و نازه باز پسان میتونش چطور ناز پستم شد جان ای دیگرم خندگک میکنه دخل ای نظر نشه آیره حالت بیرون آوردیم اما تو خبر بردم کسی مالک بود یک شاش پایینش کنم بیدار میشه دیگه اصلا آه. چند دقیقه پیش میفهمی چی گفتم ایلیاسا گفتم اگه امروز اسنا جانشان خانه ما میامد یعنی در برنامه ما یا بدون برنامه قدر آمادگی میگرفتم یک چیز پختک و دیگه چیز پختک و گفتم حالا بیخی از نمی خاطر که رای دوری است یگان وقت بعضی خالای مینا که میاین دیگه جای شما خود زیاد خالی میباشه یا بعض وقت لالا جانشان که میایه منتظر میباشم طرف دروازه میبینم که چه وقت خودت میایی چه وقت ماما میایه چه وقت فاطمه میایه دیگه با کلی دلم تنگ میشه یا بعض وقتا که از طرف خانه شما تیر میشم یا از طرف خانه مامشان تیر میشم مادرم میگم چی وقتایی بود که امروز آخرم خانه خودت آمدم گفتم چی وقتایی بود که خانه اسنا جان میرفتم خانه خالیمشان میرفتم دیگه خیر باشه قسمت باشه شما جور سلامت باشی نمیدیدم تا یک چیز سین عباس هم آمد عباس این آدم هم پیشتر گفتم این آدم هم میفروشم پیشتر در برنامه گفتم که ما عباس هم میفروشم هر کس که خیلی برنامه است منظم تر تو خو سال از 12 ما گدوت بودی حالا نگذاره ولی کار زیاد بود پیشتر زنگ داریم این نفر که پرداوی های ما را فهم میگه خواه دیگه اون
مونده با نفر که رخصت کردم دیگه با زنگ دادم براتون. میشه. خب مگم خیلی نوجوان هستی؟ بان که سلام علیکی کنم و بیچاره از اونو پیسایی که اینی فرقش کل هستی بغلکاش موی از اونو بر من روان نکردی؟ باید تو روان کنی برم دیگه از موضوع خراب خودی میپوشه. خب نه ما گفتم از اونو بر من روان که تو اینجا کل هست بغلکاش موی داره. نه از ما رقم نیست از ما. یا بخیر امریکا یا کانادا را باز براتون روان میکنم. انشالله بخیر کانادا بره انشالله. جدی برنامه سلام علیکی کو منم یاد خودم میرم سلام دوستای امیدوارم خوب جور صحتمند باشین و آخر برنامه بیننده برنامه زینا جان شون باشین. دیگه خوش هستیم که امروز میهمان زینا جان هستیم نه چای درک دارن نه سعی که تو دادمون جلسنا هستی لازم ما برازی چای نان بیار که بسیار دیگه یک رقم چی هست گشنه شده البته ما واسناش یک دو منظر فرق داریم. چقدر خوب گفتم یک گیلاس چای از طرف ما برای باز ببر که بنال ده 20 برنامه دیگه هم یاد میکنه که زینت مرا چای نان نداد راست میگم این راست هست چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. ما پیشتر گفتم ما باسا میفروشم زینت میگه اگه فروختنی بود خب میفروختیش برنامه رو نسای که ما گفتم فروخته میشه. دروغ میگه عباس از اسنان پرسان کردم گفتم که دا با هوای پاکستان خوب از بلد شدین؟ والا بلد شدیم هوا چی شده سرد شده. خب ما رو دعوت نمیکنی پاکستان؟ اگه ویزا داریم خیالا ما پاسپورت دارم ویزی ما تو بگی نه گپ تو تمدیدی ویزای ما رو تو بیدی که نامزاد به خارج است نه بخیر باز میگیریم تمدیدی ویزای تا بخیر باز مصطفی جان راپور تمدید ویزا را برش روان میکنن حال دیگه خلاص ما وقت چی کردیم تمدید کردیم؟ خیلی تبریک باش شیرینیش دیگه سر شما شیرینی سر شیرینی عباس جان نگفته نمونه عباس جان نگفته نمونه نمو شیرینی چینل تو موندی شیرینی دیگه تو خوب شیرینی چینل تا ندادی سه حساب دیگه که بود پیساش برات معلوم است شیرینی از اونها مونده سرت والا بچه شیره هم تو رولا بشت کم به شیرینی بزنیم خیر باز چی که پارسال که نه خیر باشه دیگه باز با مو یاد سابق با مو وقتای سابق دیگه میاد بودیم که ویدیو کال کلی کامری مثلا یک شب یا تاسو دیدم چند نفر گام مات شده بود در گروه خودم کی بود دیگه نفهمیدم خانه انوایت داده بودیم اوکی نکرده بودن خدا یکم مهم گرفته بودن یک شب دوستا ما بودم الیاس جان بود الیاس در اتاق بود من در اتاق بودم عباس بود اسنا بود هر چهار ما گروپ کال گپ میزدیم هم در ویدیو کالش دیگه اسنا جان از خاطر راهیل رفت من موندم عباس جان الیاس جان موند آخر گفتم شما دو نفر بچا قصه کنین هر وقت که اسنا آمد ما هم قصه میکنم دیگه اسنا که در راهیل رفت که رفت حالا مسئولیت های باز روان کردم گفتم سعی کنم باز گفت یک مثل گریان میکنه خوابم میکردم شب که من رفتم جمعی خود گریان میکرد دیگه مجبور کرد از بگیر دیگه دیگه من گلغله گرفتم باز تو عاجز شده اصلا چیز نمیگیش والا ما رو عاجز کرده ای جان روزگار عاجزت نکده هم کده ما گپ میزنی هم مسیج میکنیم مشکل داییست نیست دستایم شکر خدا دور است از کار میکنه باش که تبریکی هم بتم گرچه ما در برنامه گفتیم از چینل عباس جان تبریک باشه به عباس جان به خاله جانمشان انشالله بخیر چی میگن به قله های بلند عباس جان ببینم گپ یگان تو افتخار میکنم سرت به قدر وقت کم قدر پیشرفت های زیاد کردی دیگه انشالله بخیر که چی میگن کامیاب باشی همیشه تشکر دیگه چیز نه فقط هم توانایی را که کردیم بود اگه نصف میتونیستی تو خود زیاد توان کردی مقصد تاوان سر دور ما بچه یاد من نمیه که هیچ وقت ما تو چی کده باشیم در فایده روان باشیم از وقتی که یاد من میه ما تو در نقص روان بودیم گفتم از وقتی که یاد من میه گفتم ما تو در نقص روان بودیم والا دیگه هر وقت که سر نقصه بگیری فایده از دیگه آدم سر نقصه کم گرفت لالالی خوب است اسنا شفا باشه انشالله
انشالله بخیر من باشه. یک ساعت از مسیج کردم میرم برنامه ما اپلود بان میگه اسناک که در کتزینت گفت میزنم و باید بیش از اون مونده. خب خیلی برید دیگه برنامه تان اپلود بانین که یک مزاحم 5 دقیقه دیگه برنامه هم تان باشیم که نشین. ما پشتتان داغ شدیم. خیر یک شب از خاطر ما برنامه نپرتانی. نه چرا بدون برنامه هم نمیشه. نه عباس باز خدا یارش. عباس که بگویمت برنامه نپرت میپرتی. توان چه گمیتی باز. آفرین. خب باز که گپ تو در توان رسید. نه خیر باشه. خیره. اما قدرم خوب است که گپ زدیم. بخیر که برنامه را نشر کردین. بعد از برنامه هم زنگ بزنین. بخیر گپ میزنیم. عباس هم مصروف کارا است. دیگه اسنا هم زیاد خوش شدم اسنا جان که امروز در برنامه بودی. همچنان عباس جان بسیار زیاد تشکر. دیگه خداوند شما را هم در کارتان موفق داشته باشه. انشالله بخیر روز شوه که دوباره ببینمتان. دوباره از نزدیک با هم یک جا باشیم و چی میگم یک جای رفت آمد بکنیم. برنامه های یک جایی از نزدیک داشته باشیم. برای فعلا دیگه خوب است که می موبایل است و از راه دور گپ میزنیم. هم خوش شدم از دیدن خودت از دیدن الیاس جان. مرا خو ندیدین صحیح. دعا میکنم که ما بخیر پیغام تو دنیا کشتی رو دعا میکنم که به مقصد و مراد خدا ما برسیم و این وقت که همه چینلایی که در تیم هستیم کار میکنیم بخیر با خدای مقصد برسیم که آمین. دیگه آرزوی دل ما پوره شود. از کلش تیر پس یک تیم قوی شویم کل ما. آمین آمین آمین. آما برنامه عباس بای بای. بای بای. خدا حافظه. دیگه شما بیش از این دیگه مزاحم ما نشین. دیگه ما یک ذره چی کار داری تو چای خورده میری تو هم گپ الیاس شد. مادرم برای زنگ زده بود ما در کار هستم تو قرارش تو چای میخوری میگی من کار دارم. نبودی از صبح خطره که جفت از این نفر 3 دفعه تا بازار رفتیم آوردیم فردا را بند کرده. میبودیم ما و الیاس هم که کمک میشدیم باز وقت دیگه تو کار نمیکردی تنها صدا میکردی. تشکر در کابل خوب کار کردی که در کابل خود لط کلگی زینت بود. یک چند دقیقه آزارش نمیتی؟ بسیار به ترتیب چی میکنم گفای خودم میره. من خب میفهم که تو چی میگی. خیر باشه. تو بسیار خوب بچه هستی. یک شب دیگه از خواب بیدار شدیم گل صبح از بابا زنگ زدیم ما باز امشب نامزدی تخیل دیدیم. این وقتا نامزد میشه باز میگن نه ما و نامزدی بیخی دور هستیم. خدا مهربان است. من خودم هم گفتم چطور که خبر دیدی باز من گفتم برو ما و نامزدی هنوز بسیار دور هستیم. خدا مهربان است در این وقتای نزدیک بخیر. هر دوی ما یک جای. چهریت یک رقمک چی میگن امو داماتا واری شده. نورانی شدی. باز نامزد نشده بود. نه من ما را خبر نکردی. خب خیر باشه. نه از عباس شکم نیست. نه به شما خو نمیشه بخیر بازار وقتی تصمیم باور نکردنی رو گرفتیم شما رو در جریان میمونید. نه انشالله بخیر. بخیر. ما هم بچی به خاطر تو چای میخورم دیدم که چای میخوردی ما هم چای خوردم. نوش جانه. پیسه روان که مقصد. خب یک 4 سال نمیالم است دوستا یعنی برتان از عباس بگویم که تازیبش پیسه سر میکرد آدم نبود که مصرف کنه پیسه خود پت میکرد. من این گپ ما بر تو درو ما کدش بودم شب روز تو خوش روز شاید سر تو مصرف نمیکرد ولی روزا که من امروی عباس جان مثلا در موتر یک جای میرفتیم و میامدیم یا بعضی جایا عباس جان باز میگفت گوش نشدی یا یک انرژی میخرید همیشه عباس یا انرژی میگرفت برام یا گلکپه یا سوپ همی 3 چیز را که خوش داشتم وقتی که میرفتیم میامدیم از همین 3 چیز یک چیزش میگرفت. کور شده باشم که اگر ما یک چیز دیده باشم. ان شاء الله بخیر. مادر جمع فامیل باشیم. حالا مسافرت خیلی سخت است دیگه. یعنی قدرم نرفتیم پاکستان بسیار نزدیک است دیگه دلتنگی داره و هر دفعه حساب میکنی که چی وقت شد بخیر بس طرف افغانستان برم و وطنم دیگه خداوند هیچ کس مسافر نکنه تا زیاد مجبور نشه دیگه نگذاره این روزان تیر میشه خداوند مهربان است و امروز خراب که صرف میایش وقتی نمیمونه یک گپ است عباس جان میگه پشت هر تاریکی یک روشنی است انشالله بخیر دوباره صبر و حوصله داشته باشید خداوند همه چیز به موافق میرسه.
بشک. بخیر انشالله دیگه. بخیر روز میرسه که دوباره یک جای شویم و همه ما از نزدیک برنامه بگیریم. از برنامه هم کدام مهمتر همگی کنار هم باشیم، همون فضای دوستی صمیمیت همیش دوباره همون وقت بیاید دیگه. حالا دوستی و صمیمیت است ولی از که راه ها دور شده و یکمک دور استیم دیگه. خیر باشه. باز یک رقم خدا جگر خونک میگیری مرم گریان میگیره تو کارا یک تیشو بیار که زینت بینی خدا پاک کنه. نیستم اخو، یعنی یک ذره دلتنگی داره جگر خونی نمیکنم. شکر خدا روز از تیر میشه، مگم روز اینجا بسیار زود تیر میشه. روزا اینجا بسیار کوتاه شده. دیگه خیر باشه، خدا مهربان است. خیر بچه در کمره یکی از سر و پایت نور میباره. بگو تشکر. خیر باشه عباس جان. نفت نگرفته باشی. در چی نگرفته باشه؟ مگه اسنپ نگرفته باشی؟ اسنپ گرفتیم از اونو افکتا که برتاوردیم که چی است؟ تو موی داره و لبسیرین و لیمر و سرخه و یا که زدگی است. با امر خیر کاش که نامش صحیح یاد می‌داشتی. خیر باشه عباس جان، خودت امیدت برنامه و اینا داری انشالله بخیر. بعد از برنامه دوباره برات زنگ میزنیم، هر وقت که کار تمام شد در شماره ایلیاس زنگ بزن گپ میزنیم. تشکر از اینکه امروز در برنامه بودی دیگه. چای و نان از من قرضدار، هر وقت که یا پاکستان بود یا افغانستان یک غذای مزه‌دار یک چای مزه‌دار باز از طرف ما دعوت استی. تشکر. خیر شد. عباس جان چیز کار نداری؟ اینش بروید معلوم میشه. تو کم این طرف که از من خیر کل روی ما بینیم گرفته و پروا نداره. آفرین دیگه، شب روزتان بخیر. خدا حافظ. کت بیننده هم یک خدافیزی که خدا حافظتان دوستان. درست. برای که موبایل من حال ما اگلاک کنم. وی الا ترسو نه خوب مسیجای ما و عباس باز دیگر مسیجاست. تو در مسیج چی بودی؟ کی؟ اسنا بودی؟ خوصنا یگان گپای شخصی را بر ما گفته بود زینت خبر نشه که یک کمک زره یک دانشواز است. چطور ترسیدی؟ گلاس چای ما گرفتم من ترسیدم. دوستایی هم بود برنامه امروز ما همراه اسنا جان و عباس جان که واقعا من زیاد دق شده بودم. همیشه گپ میزنیم، اینی که مثلا گپ نمیزنیم گپ میزنیم، ولی این فضایی که مثلا در برنامه باشی و همه ما یک جای باشیم او دیگه بسیار چی میگن زیاد وقت شده بود که دق شده بودم. به اون وقتایی رفتم ایلیاس جان که همه ما با هم بودیم. من سلام علیکی میکردم، تو سلام علیکی میکردی، باز عباس جان سلام علیکی میکرد. واقعا روزای بسیار خوب داشتیم و اون روزا واقعا که زود گذشت دیگه. زندگی همی است که باید از امروز خود بسیار خوب استفاده بکنیم، قدر یکی دیگه خدا بفهمیم، قدر دوستای خدا بفهمیم. باز روزی که از پیش ما رفت دیگه بغیر از اینکه مثلا دلتنگشان شویم به دوریشان عادت بکنیم دیگه چیزی که نمیتونیم، گرچه نمیشه که به دوری عزیزترینای خدا در عادت بکنم. و قسمت که عباس جان میگه مسافری بسیار مشکل است، ما خدا و فعلا تجربه نکردیم. بعضی وقتا که فکر میکنم که تجربه میکنم یا مثلا دور میشم از مادر جان و پدر جان و واقعا که زیاد جگر خون میشم، ولی بازم چیزی که قسمت باشه و چیزی که زندگی باشه. حالا که اسنا جانشان و عباس جانشان اونجا هستن همیشه دعا میکنم که زندگی خوب و خوش داشته باشن، زندگی آرام داشته باشن، خوش باشن دیگه. دیدار میشه و این دنیا هم روز میرسه که یک روز دوباره نزدیک شویم، یکی دیگه خدا دوباره ببینیم، در آغوش بگیریم دیگه. فعلا یک کت میگیریم دوستا، سلفی میگیریم. به خاطر که اجوری تصویر نبود از او خاطر گفتیم یک چند دقیقه برنامه را سلفی بگیریم. و ای که برق هم نداریم، روزا هم بسیار کوتاه شده و روزا هم زود میگذره. ایلیاس بعد از چی میگه وقتا دوباره یک برنامه همراه عباس جان داشتی، چه حس داشتی؟ آنو واسه باز چی داشتیم خیلی باز ما باز یعنی مذاق کردیم. خدا تو را داد دیگه. خدا چی بگویم، ما دوستا اول که بگویم که دوستا که غلط فکر نکنن، ما برای بازیان پیسه دلار میگفتم که شما دیگه چیز فکر نکنین دیگه. والا پشان خیلی داغ شدیم که در بازیان همیشه یاد میکنم که چطور میشه و چی میشه. بعض مشکلات هاست بخیر مشکلات ها خلاص شود. باز ما شرم یا ندارم، باز یک دل از ویزه پاکستان بگیرم. هیچ وقت شرم یا نداشتی؟ گفته باز سر تا نرخ که بگیری فایده است.
دیگه دوستایی هم بود برنامه امروز ما زیادتر نمیتونیم ثبت بکنیم به خاطر که تاریکی شده، شاید به شما هم خسته کن تمام شود. پیش از پیش تشکر میکنم از کامنت های زیبای شما عزیزا. تشکر از اینکه بیننده برنامه امروزی ما بودین. تا برنامه بعد دیدار بعد همینطور به خداوند پاک لایزال میسپارم. الله نگهدار. من از دوستا تشکر میکنم که تا این برنامه بیننده ما بودن. دیگه برشان گفته یگان دانه آرزوی صحتمندی را میکنم و همیشه لبخند بر لبشان باشه. دیگه دوستا لایک، کامنت، شیر برنامه از یادتان نرفت همتان دوست دارم. وقت خوش، خداحافظ.